بفهمی؟ جوجو خوب. اسمتو بگو. فراز حبقیان. فراز حبقیان. حبقیان بله. یا حق بیان؟ حبقیان. چی داری میخوری فراز؟ فراز حبقیان دیگه، دارم بیسکویت میخورم. خب ما داریم مصاحبه میکنیم، وسط مصاحبه من کسی بیسکویت میخوره؟ خب مامانم داده. خب سریع بخور، قورت بده. خب هر وقت تموم شد بگو. خب تموم شد. خب چه خبرها؟ سلامتی. تو چی کارا میکنی؟ تعریف کن برای من ببینم. بازی میکنن تو خونمون. خب بعد نقاشی میکشم. خب خانم معلم میکشم. یه بچه میکشم چنین بزرگ شده خودم رو میکشم. شوخی نکن، خودتو چجوری میکشی؟ اینطوری یه صورت اول میکشم، بعد اینطوری بعد یه چشم، اینطوری یه چشم، بعد یه دماغ، یه دهن، بعد یه گردن، بعد اینطوری یه دل، بعد اینطوری یه آستین با یه پا با یه دست. گوشات چی؟ گوشا من میکشم. نگفتی؟ عینک هم میکشم. مگه تو عینک میزنی؟ عینک هم دارم. عینک داری؟ پس چرا نزدی الان عینک تو؟ عینک همو الان گم کردم. عجب. نمیدونم کجا رفته. تو شعرم بلدی بخونی فراز؟ بله. چه شعری بلدی؟ یه شعری یادم بخون ببین. یه شعر امام حسین. خب بگم؟ بله حتما. دیشب من خوابیدم، خواب حسین رو دیدم، خواب امام سوم آمد خوب بدا، روحانی بود و زیبا، آمد خوب خدا، امان و با صفا بود، سبل چلبلا بود، سبل چلبلا بود. گفتم امام حسین جان تو خوبیم مهربان، تو نور چشم مایی، تو هجه خدایی. گفتم امام حسین جان تو خوبیم مهربان، تو نور چشم مایی، تو هجه خدایی. خیلی خوب بود، ولی چرا انقدر داد میکشی فراز وقتی میخوای شعر بخونی؟ آخه بابام گفته بلند خوند. خب بلند بلند تو نه چه او چه چتان پایین بیاد. آها، پس برای همین داری بلند میخونی. آره. دیگه چه شعرهایی بلدی؟ صبح چه حالا چه شده ململ، بعدن تو نشده ململ، دبونده شده ململ، دیگه سجده شده ململ، چون به سر شده ململ، صبح چه حالا چه شده ململ، صبح چه حالا چه شده ململ، لاهی بمیری شده ململ، لاهی بمیری شده ململ، صبح چه حالا چه شده. اینو از این یکی از یه آدم اسمش هم مرتضی احمدیه. یه میاد دم نونبایی خب و میگه نون بده بهم نمیده آقای، و اینطور میگه من از صبح تا حالا اومدم بهم نون نمیدی، نون نمیدم به خاطر همینه. بعد این شعر رو میخونه. تو از کجا یاد گرفتی این شعر رو؟ از ماشین ضبط. ماشین ضبط. از ماشین ضبط خودمون. خیلی خوب. از ماشین ضبط یاد گرفتی یا از ضبط ماشین؟ ضبط ماشین. خیلی خوب. ضبط ماشین که باش رانندگی میکنن، رانندگی تو ماشین. فراز تو چه بویی رو از همه بوها بیشتر دوست داری؟ چی؟ بوی چه چیزی رو از همه چیزهای دیگه بیشتر دوست داری؟ آره. کوها رو دوست دارم. چی رو دوست داری؟ کوها. کوها نه، بو. بو؟ آره، یه چیز خوشبو. چی دوست داری که خیلی خوشبو باشه؟
گل؟ بله. چه گلی؟ یه گل رد و قرمز و خوشرنگ. خب یه گل سفیدم چنطوری چه فوت میکنن، اون اسمشون چیه؟ گل قاصدک. گل قاچده دوستم. اون که بو نداره. آخه اونم بو نداره، ولی دوستم فوتشگاه آوزی بشه. اه. چه آوزو میکنم چنطوری پلیس بشه. خب تو خونمونم صلوات میفرستم، نماز میخونم، قسمم تونتر میخونم. خب که چی بشه؟ بعد اون زودتر میتون دندامو مسواک میزنم، دی نمیزنم. خب بعد نمیگم مامانم قصه بگه، خودم هم تو میخوابم. آخه تک و تنها؟ چی؟ تک و تنها؟ بله، تو تخت خودم. خب به خاطر اینکه تو بزرگ شدی دیگه. بله. نقطه نظر خاصی ندارین؟ نه. حرف خاصی نمیخواین بزنین؟ تنها خواستی؟ آره. تنها خواستی دیگه چیه؟ نه میگم حرف دیگه ای نمیخواین بزنین، خداحافظی کنیم با هم؟ نه. خداحافظ. خیلی ممنون. خب. فرش دستباف ایرانی یکی از افتخارات ما هستش، چه در زمینه هنر چه در زمینه صنعت. شاید بریم سالهاست یک کمی حال